آنچه در سریال پدر گذشت. سلام توفیق. میخواستم در مورد این موضوع باهات صحبت کنم. چه موضوعی؟ بفرما. لیلا. لیلا؟ آره. هاجری تو خونه چیزی نگفته؟ نه آقا مادم یکی کار بی هوا بکنه، نه لیلا اون افریتیه که تو فکر میکنی. باش عزیزم، تو درست میگی. کاری نداره که این خط این نشون. تو چیزی میدونی؟ نه. نمیدونی یا نمیخوای بگی؟ چرا از من میپرسی؟ هر چی میخوای بدونی برو از خود حاجی بپرس. حساب کتاب با هم نمیخونه. انبار یه سری خروجی داره که اینا جایی ثبت نشده. لابد حامد اشتباه کرده بابا. نه، منم بررسی کردم. انبار کسری داره. اونم واسه وقتی که آقا محسن داشته. حتما یه جای کار اشتباه شد. ول کن بابا، دزدی کدومه؟ من هر چی دارم از اون کارخونه برمی‌دارم حقمه. حق خودم، حق زنم، حق بچه. لیلا بابا، این موضوع همه جا بین خودمون میمونه. لیلا چشم گوشت به هاجری باشه. یه خبرایی از طرف خارجی میرسه. صداش که در اومد میگم چیکار کنی. همین روزا میگم برین سراغش. دارم همین کارو میکنم با کسی که میدونه چیکار کنه. اینا بد نیست، ولی در مقابل دارایی هاجری خیلی هم به چشم نمیاد. تو به اونش کاری نداشته باش، فقط بگو هستی یا نه. چی به من میرسه؟ همونی که میخوای. من فقط لیلا رو میخوام، بقیهش واسم مهم نیست. پس بهش میرسی. از این راه تو راه خودت رفتی، دیدیم ته چی شد. دفعه کاریو که من میگم میکنیم. هاجری آدمی نیست که به این راحتی ها وا بده.
هر کسی ظرفیتی داره، از حدش بگذره وا میده. تو که نمیدونی حد و حدود حاج علی چیه. میدونم یکیش لیلاست، همونی که تو دنبالشی. ببخشید آقا، دفتر کارخونه کجا؟ اون راهرو پله ها دید بالا. خیلی ممنون. آقا ببخشید یکی از دستگاه مشکل پیدا کرده. باش برو میام. این خانم چی گفت؟ دفتر کارخونه رو می‌خواستم. به مسلم میگم ماجرای خواستگاری تاج لیلا رو تو کارخونه چوب بندازه. اینطوری که به ضرر منه. تو با حاج علی زندگی نکردی وگرنه میدونستی که اونو باش زندگی نکردم، اما تو بهتر میشناسمش. به مسلم بگو همین امروز. در ضمن بهتره ندونی که ما با همیم. چرا؟ به هر حال اون داماد حاج علیه، از یه خانوادن. مراقب باش، اینا خیلی هم قابل اعتماد نیستن. تو با حاج علی چه پدرکشتگی داری؟ حتما نباید به کسی پدرکشتگی داشته باشی تا ازش بدت بیاد. گاهی وقتا زندگی آدم کسایی پیدا میشن که حرف زدنشون، راه رفتنشون، خندیدنشون، حتی نفس کشیدنشون باعث میشه که در تو تنفر ایجاد بشه. خب این برنامه که خیلی کامل نوشته شده. واسه اینکه حامد بالا سرش بوده. خب ببین میخوام یه سری چیزاشو تغییر بدیم، یعنی که یه سری امکانات جدید بهش اضافه کنیم. مثلا هر کی بتونه حساب خودش رو جدا مدیریت بکنه. خب این که خیلی خوبه، عالی میشه. آره ولی کار داره. تو یه نگاه بهش بنداز، من میرم تو خط برمیگردم. خط؟ کارخونه. لیلا تو میدونی داری چی کار میکنی؟ راستش نه، ولی فکر کنم حامد میدونست. مگه ما تازه این دستگاه رو سرویس نکرده بودیم؟ مگه تازه اینا تعمیر نشده بودن؟ مگه همین چند وقت پیش کلی پول خرج اینا نشد؟ والا من بالا سرشون بودم آقا. بالا سرشون نبودی عزیزم، من 10 بار نگاه کردم دیدم سر تو گوشی موبایلته. نبود آقا محسن، بچه‌م مریض بود. بابا ول کنین تو رو خورش بابا، بچه‌م مریض بود، اون یکی رد میشه بابا مریض بود، اون یکی رد میشه مامانم مریض بود. مگه من چه ضامن مشکلات شما ام؟ آقا یه ساعت کاری داری، بیا کارت انجام بده، بعد برو خونه هر کاری دلت خواست بکن. چه بدبختی داریم ما. حالا مگه الان چیزی شد آقا محسن؟ چیزی شده؟ مرد کل زندگی تو بپوشی یه مخروطی استوانه اینو نمیتونه بخری. بعد وایسادی میگی چیزی شده؟ 10 تا دستگاه زدین داغون کردیم. نمیتونی کار کنی، خداحافظ شما. من دعوتنامه که نفرستادم برای شما. من بی تقصیرم آقا. پس کی تقصیر کاره؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده، شما بفرمایید بالا. تو چرا کار نمی‌کنی؟ دستگاه چرا خاموشه؟ سرویس میخواد خانم. یکی از قطعاتش شکسته. خب برو سر یه دستگاه دیگه تا این رو برا بشه. آخه آقا محسن. مگه نشنیدی چی گفتم؟ برگرد سر کارت. چشم خانم، خیلی ممنون. لیلا خانم
بهتر نیست تو کاری که به شما مربوط نمیشه دخالت نکنی؟ من دارم کارمو میکنم. شما اصلا این پایین کاری ندارین. اصلا چه معنی داره اینقدر جلو چشم باشین؟ اونم بین این همه مرد نامحرم. فکر نمی‌کنم به شما ارتباطی داشته باشه. خیلی هم به من ارتباط داره. اینجا یه محیط مردونه است، اصلا جای زن نیست. برای چی میان هی جلو چش این همه مرد غریب و نامحرم؟ اونم یه زن. یه زن چی؟ بیوه؟ خجالت نکش بگو. حالا هرچی. من ازتون خواهش میکنم برگردین بالا. اگه زن نبودم، اگه یه مرد بودم که زنم مرده بود بازم با من اینجوری حرف میزدی؟ حالا که فعلا شما زنی الانم اینجا وایسادین، منم بهتون اجازه نمیدم خودسر باشین. ازتون خواهش میکنم لطفا برگردین بریم بالا. هنوز اونقدر پا نیفتادم که آقا بالا سر بخوام. حاج آقا من فقط میخواستم. خواستی چی؟ برادری کنی؟ یا تن کنایه بزنی؟ نه من اصلا منظوری نداشتم. خود شما بگین حاج آقا، حرف من غلطه؟ حرف درست وقتی از دهن درست در بیاد به دل میشینه. اگه این دختر حرمت نگه داشت چیزی نگفت بزرگواریشه. خوبه که آدم حیا داشته باشه. دست شما درد نکنه حاج آقا. دیگه ما بی حیا هم شدیم. شما که نمیدونی این تک تک این کارگرا. تک تک این کارگرا رو من بزرگشون کردم. یه دونه چشم ناپاک از هیچ کدومشون ندیدم. تو حرف خودتو بزن. بذار یه چیز رو من روشن کنم. اگر لیلا الان اینجاست به خاطر اینکه وارث آقا حامده. اینجا هم میمونه چون ارث خودشه. اگه حالا شما نمیتونی ببینی، تحمل نداری، میتونی بری. برو انبار. برم انبار؟ بله. حاج آقا همین که گفتم. میری انبار. دیگه نمیخوام اینجا بمونی. اگه قرار بشه برم انبار که اصلا ترجیح میدم کلا نباشه. میل خودت. همین. مشکلت چیه؟ آفرش. زن جنس عجیبی. چشمشو که میبندی دیده دلش بیشتر میشه، دلشو که میشکنی بارون چشماشو داره. اصلا انگار ساخته شده که رو هرچی مرده کم کنه. اگه حامد بود کسی جرئت نمی‌کرد اینطوری با هم حرف بزنه، از این انگا بهم بچسبونه، بهم بگن نباید اینجا باشه، باید تو پستوی خونه پنهون باشه، فقط واسه اینکه زنم، اونم یه زنی که زن بودن خیلی خوبه. چه وقتی که از فرط خستگی چهرش میره تو هم، یا بعد از همه خستگیاش میشینه جلو آینه دستی سر رو خودش میکشه، یا وقتی سرت داد میزنه تو فقط نگاش میکنی، یا اون موقع که بچه جونشو به لبش رسونده دستی میکشه پیشونیش و بعد بهت لبخند میزنه. زن بودن خیلی خوب.
حتی بعد از خستگی هایی که از نامردی و بی‌وجدانی و بی‌مروتی کشیده بازم فراموش نمیکنه که یه مادره. زن بودن خیلی خوبه، اونقدر خوبه که فقط و فقط حقش خوشبخته. و تو می جنگی با همه دنیا، با خودت، خانوادت، اعتبار آبروت، اما وقتی میفهمی که خوشبختش کردی جنگو نباختی، بردی، چون دیگه مدیون نیستی، حداقل مدیون خودت نیستی. شما مدیون هیچ کس نیستی، هیچ مسئولیتی هم در قبال من نداری. هر کسی مسئول گل خودش، تو هم گل این خونه ای. پس بذارید راحت باشم، دنبال خوشبختی نباشم. اونی که شما بهش میگی خوشبختی واسه من عذابه، جهنمه. هیچ کس تو جهنم خوشبخت نمیشه حاج آقا. انقدر منو حامد رو نرنجونی. من که هیچ. حداقل بذارید حامد آروم باشه. چی شد یهو؟ ها؟ هیچی هم اکبر. بعد یوم کارگری حاجی حقم گذاشت کف دستم، اخراجم کرد. اخراج آخه واسه چی؟ بله برای اینکه بدم آبروداری کنم. بابا درست حرف بزن ببینم چی شده. آقا کارگری داره حرف گنده تر از دهنش میزنه، داره حرف صد تا یغاز میزنه. یعنی چی؟ یعنی که داره در مورد لیلا و توفیق حرف میزنه. میگه حاجی قول لیلا رو به توفیق داده. خب من نباید پشت دست بدم تو دهنش؟ این حرفا کدومه؟ چرا اینجا وایسادین؟ برید سر کارتون. همین دیگه. اومدم آبروداری کنم. من گفتم گنده رو همش نزنم، به یه بهونه آروم پسره رو ردش کنم بره. حاجی اومد از همه جا بیخبر به من میگه تو برو رد کاره. بابا حالا عصبانی بوده یه ول کن بابا، تو رو قرآنم و اکبر. همه اینجا برای خودشون یه شأن و منزلتی دارن، الا من بدبخت. اصلا جای من اینجا نیست. باز که وایسادین برید سر کارتون. اصلا امروز تعطیله. برو سر کاره. بهت گفتم این راهش نیست. یه آدم تو کارخونه داشتیم، حالا اونم اخراج شده. بهتر شد. برای کی بهتر شد؟ برای شما یا برای من؟ من بهش گفتم بیاد. شریفه جانم. امروز مهتاب نیومد؟ نه خودم بهش گفتم نیاد. گفتم بمون خونه یکم به زندگیت برس. حالا آقا محسن بزرگی میکنه هیچی نمیگه، اینطوری که نمیشه که. امروز عذرشو خواستم. تو چیکار کردی؟ محسن عذرشو خواستم.
مطمئنی نمیای بالا؟ نه دیگه بریم بیرون یه چرخی بزنیم. سلام. محسن سلام. سلام. دیرت میشه؟ دیرم میشه؟ برای کجا دیرم میشه؟ مگه کار نداری؟ کار؟ کدوم کار؟ دیگه کار چیزی نمونده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا دزدرمو خواست. همین دیروز. برای چی؟ خاطر لیلا. لیلا و توفیق. توفیق؟ مهتاب جان بیا تو عزیزم. مهتابه؟ آره. علی خیلی عصبانیه. مهتاب آقات همه چیزو به من گفته. قضیه اصلا اینجوری که تو میگی نبوده. پس چطوری بوده؟ اصلا ماجرا این توفیق چیه؟ چی میخواد از این خونه؟ توفیق چه ربطی به حرف ما داره؟ همین دیگه. ماشاءالله آقام همه رو نصیحت میکنه. اون وقت خودشون بدون این که اصلا بدونن ماجرا چی بوده محسن رو جلو اون همه آدم سکه یه پول کردن. ببخشید این چه طرز صحبت کردنه؟ چی کار کنم مامان؟ لالمونی بگیرم؟ میدونی محسن چی شنیده؟ کارگره گفته لیلا میخواد زن توفیق بشه. گفته لیلا رو با توفیق دیده تو داروخونه، تو ماشینش، این طرف اون طرف. تمومش کن مهتاب. مگه من شروع کردم که تمومش کنم آقا جون؟ جلوی محسن آب شدم از خجالت به خاطر آبروی لیلا و شما جلوی اون مردی که وایساده که شما نشوین، به روی شما نیاره. اون وقت شما اونجوری حقشو گذاشتین کف دستش. اونطوری هم که آقا محسن میگه نیست دخترم. محسن دروغ میگه، شما راست میگین. لیلا راست میگه. اون روز که رفت داروخونه چرا اینقدر دیر برگشت؟ اون شب تو مسجد توفیق چی به شما گفت که اونجوری عصبانی شدین؟ به تو چه مربوطه؟ شما از کی تا حالا آقاتو سینجین میکنین؟ پس معلومه شما همه چی نمیدونین مامان. بذاری من بهتون بگم چه خبره. دیروز که آقا محسن از کارخونه انداخته بیرون، محسن اونقدر ناراحت بوده که رفته پیش توفیق. میدونین توفیق بهش چی گفته؟ گفته بله من لیلا رو میخوامش. حاجلی هم میدونه که میخوامش. توفیق غلط کرده با تو. یه غلط اضافی کرد، آقات هم جوابشو داد. اونم دومشو گذاشت رو کولش و گورشو گم کرد. بی خود یا با خود چرا محسن باید دروغ بگه؟ دختر آبرو برامون نذاشته. ارث و میراثشو که گرفته، حالا کم مونده همه بگن با این دیدنش، با اون دیدنش، اونجا دیدنش، اونجا. خجالت بکش، درست حرف بزن. من باید خجالت بکشم یا آقام که من هنوز نمردم که جرأت کنی با آقات اینطوری حرف بزنی. دفعه آخرت باشه. چی شده؟ خونواده رو به هم ریختی. آبرو برامون نذاشتی. میگه چی شده؟ لیلا هر کاری دلت میخواد بکن، فقط توی این خونه نمون. برو یه جا که اسم حامد حاجلی تهرانی رود نباشه.
چرا روزگارمون اینطوری شد علی؟ نه بچه هامون تو رومون واسطاده بودن، نه ما دستمون رو بچه هامون بلند کرده بودیم. این چه بلایی داره سرمون میاد؟ کجای کارمون اشتباه بوده؟ این چه زخمیه به جونمون افتاده؟ زخم اگه رو قلبت بشینه نمیتونی زخمو بکنی، نه قلبتو دور بندازی. هر چی که هست میخوام از خودت بشنوم. منم میخوام بدونم. بعضی وقتا ندونستن بهتر از دونستن. شریف عزیز جان، اتفاقی افتاده؟ دیروز مهتاب یک کمی از آقا دلخوره. دارم میرم پیشش. لیلا، اون روزی که رفتی داروخانه تو راه اتفاقی افتاد؟ چطور؟ بمون خونه تا برگردم. جانم عزیزم. سلام خانم کریمی، امروز میایید مؤسسه؟ نه، من امروز خیلی کار دارم. یه آقای اومدن با شما کار دارن. کیه؟ نگفت اسمشو، منتظره، میگه کار واجب داره. آخه من باشه یه سر میام، الان میام. سلام خانم. سلام. کجاست؟ تو اتاقتون نشسته. خیلی وقت منتظرتونم. ما باید با هم حرف بزنیم. چیه بابا جو؟ چیه عزیزم؟ خسته شدی؟ آره بیا باید پیش مامانت بابا جو. چند وقتیه که هممون خسته شدیم. خب آدم خسته میشه دیگه. اصل اینه که تو خستگی نمونی. میگم چطور ساک و چمدون تو جمع کنی شریفه که اومد بزنی بریم مشهد زیارت؟ چرا هیچ کس به من نمیگه چی شده؟ فقط میخوام همه چی دور باشی، همین. بعدش از اونجا میریم شما رو میذارم اونجا، چند وقتی اونجا میمونید، بعدش خودم بیام دنبالتون. بابا داریم از چی فرار میکنی؟ هیچی بابا، از روزمرگی. یه خورده شاید حالا هوامون عوض شه. روز آخرم به مامان بابا محمد همین حرفا رو زدینا. دم رفتنشون. تو حالا ساک و چمدون تو جمع کن. حالا هوامون عوض میشه دیگه.
همین حرفا شایع است. نیست خانم. توفیق خودش اومد سراغ من. عجیبه که من اصلا فکر نمی‌کردم شما در جریان نباشین. یعنی این مدت حاج آقا هیچی به شما نگفته؟ البته این نظر حاج علیه، نه من. اون تصمیم گرفته که لیلا رو شوهر بده. حالا هم توفیق پا پیش گذاشته. شما اصلا برای چی اومدین اینجا؟ برای اینکه فکر کردم شما مثل حاج آقا در جریان هستین. نمیدونستم بین شما و ایشون هم پنهون کاری وجود داره. حتما صلاح ندونسته که بگم. به هر جهت توفیق اومده پیش من خواستگاری از لیلا. من عمو و بزرگتر لیلام. حالا منتظر جوابه. من برای اینکه حرمت شما و خانواده‌تون حفظ بکنم جوابی بهش ندادم تا با شما مشورت کنم. میدونم براتون سخته. همیشه داشتن و از دست دادن به مراتب آدم‌ها رو بیشتر ناراحت میکنه تا اینکه از اول نداشته باشه. خانم حالتون خوبه شریف خانم؟ با شما باشید من باید برم. چی شده شریفه؟ علی من تا حالا دست رو بچه هم بلند نکرده بودم. میدونی چرا؟ چون تو اجازه نداده بودی که کارمون به اونجا برسه. بچه همون تا حالا تو رومون با نستاده بودن چون تو کاری نکرده بودی که اونا به ما بی احترام میکنن. اما حالا چی؟ ببین زندگیم به کجا کشیده. منی که همیشه حرف راستو از تو میشنیدم حالا باید از غریبه ها بشنوم. بعد بگم نه علی من اصلا اینطوری نیست. اما باید بفهمم که همه اونا دارن راست میگن الا علی من. راستش چیه شریفه؟ چرا وقتی توفیق اون غلطو کرد به من نگفتی؟ چرا وقتی که من دست بلند کردم رو مهتاب نگفتی که داره راستشو میگه؟ شریفه لیلا خود علی بس کن. لیلا زندگی ما فقط مگه لیلاست؟ خیلی خوب باشه آروم باش با هم حرف بزن. علی الان که آبرومون همه جا رفته خیالت راحت شد؟ آروم شدی؟ یه خانواده رو به هم ریختی؟ الان خوبی؟ مهتاب و محسن رو به جون هم انداختی، روی پدر و دختر رو به هم باز کردی، حرمت علی رو شکوندی. همسایه ها بعد یه عمر آبروداری صدای دعوامون رو شنیدن. الان خوبی؟ آرومی؟ چی شده مگه مامان؟ به من نگو مامان، به من مامان نگو. تمام این خفت و بی‌آبرویی زیر سر توه. چند بار بهت گفتم لیلا نکن، تمومش کن. اینقدر خون تو جیگر این مرد نکن، قلبش آتیش نزن. گوش نکردی لیلا. اینقدر به کارهای خودت ادامه دادی که این مرد آتیش برداشت زد به آبرو و حیثیت خودش. شد اون کاری که نباید میشد. حالا آروم شدی؟ دست از سر ما بردار، بذار به همین بی آبرویی قناعت کنی. دست از سر علی و خانواده‌اش بردار، تمومش کن.
درد با آدم عجین شده. اما هیچی درد تنهایی نمیشه. دیدن آدمی که روزگاری برو بیایی داشته و کبکبه و دبدبه‌ای تو وضعیتی که یال کوپالی نداره و انگارت اسب افتاده خیلی تلخه. اما اگه بدونی این همون آدمی که باعث تنهایی تو شده، میبینی که تلخی خیلی به شیرینی میزنه. تو هیچ وقت نفهمیدی خانواده یعنی چی. دلم برات میسوزه. شاید حق با تو باشه. شایدم خانوادت مثل مال و منال کارخونت پوشالی باشه. وقتی از خانوادم حرف میزنی با احتیاط حرف بزن. علل خصوص که لیلا دختر برادرت هم جز همین خانواده است. بالاخره اونم تنها میشه، تنها تر از امروزش. شاید حق با تو باشه. تنهایی بزرگترین درد بشره. اما بزرگترش نامردیه. گنج قارون هم داشته باشی، حریف نامرد جماعت نمیشی. آقای حاج علی تهرانی، مراقب خانوادت باش. سلام. سلام. لیلا کو؟ لابد تو اتاقشه. چرا نیومد صبحونه؟ لیلا، لیلا بابا، لیلا، 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 لیلا تو اتاقش نیست. گذاشته رفته. برمیگرده. جایی رو نداره بره.
خبری ندارم ازش. اتفاقی افتاده؟ نه دخترم، چیزی نشده. گوشیشو جواب نمیده. گفتم شاید پیش شما باشه یا اومده باشه دانشگاه. دانشگاه که سر نمیزنه. حالا شما هم خیلی دلنگران ممنون. نباشید. آره ممنون میشم. باز من پرسجو میکنم. خداحافظ. خدا نگهدار. الو شریفه، خبری نشد ازش؟ نه بابا، نه تو کارخونه است، نه سر خاک بود، نه تو دانشگاه. انگار آب شده رفته تو زمین. پس خبری شد بهم زنگ بزن دیگه. باشه، در پناه خدا. اینو محکم فشار میدی؟ دستتو بردار. مرسی. سلام خانم جعفری، حال شما؟ بله خانم جعفری، لیلای ما نیومده مؤسسه؟ نه همینطوری. بله بله، خداحافظ. کجا رفتی اول سوری آخه؟ خانم چند ساعتی هفت شاید دارم میچرخم. کجا برم؟ بله. میگم مسیر نهاییتون کجاست؟ یه کمی صبر داشته باش توفیق. من میدونم دارم چیکار میکنم. یه وقته به جان که گرد و خاک کنی فقط کافیه جرقه آتیش روشن کن. به زنگ میزنم توفیق. آنچه در سریال پدر خواهید دید. حاج علیه. نمیخوام ببینمش. از مسعود خبر داری؟ میگم نکنه رفته سراغ توفیق. توفیق؟ راستش من به شما علاقه‌مندم. پس کجا میدونست لیلا اینجاست؟ شاید لیلا بهش گفته. هر کاری بخوای به خاطرتون میکنم. هر کاری؟ باید برگرده خونش. خیلی نمیدونم چیکار باش کردین که حاضر نیست ببینه تو. گوش به زنگ باش. حالا که با زبانی همه اون دعوا و اختلافا منه، ترجیح میدم ازتون دور بشم.
کجایی ای که عمری در هوایت نشست